دیدار گلبدین حکمتیار با یک فرمانده حزب اسلامی در کنر. چیزی با آمدن حکمتیار به کابل نمانده است. آمادگی هایی که گرفته شده به زودی در ولایات نزدیک به کابل ظاهر میشن. رساندند. گلبدین حکمتیار در افغانستان است و هفته گذشته با یکی از فرماندهانش در کنر دیدار کرده است. سخنگوی حزب اسلامی گزارش ها در مورد سفر حکمتیار به ترکیه و بیماری وی را رد می کند. گفته شده است گلبدین حکمتیار در وسط ماه هو در یک مراسم ویژه به کابل می آید، اما ادغام مجدد جنگجویان این حزب هنوز تکمیل نشده و تلاش ها در این مورد به کندی پیش می رود. محمد قاضی رسولی با جزئیات بیشتر. گلبدین حکمتیار و مخروبه های کابل آیا یکدیگر را فراموش خواهند کرد؟ پس از بیرون شدن نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، اکنون دو بحث دیگر در مورد وی داغ‌تر شده می رود. در نخست آمدن وی به کابل و اکنون مسئله بیماری و درمانش در ترکیه. حالا سخنگوی حزب اسلامی می گوید حکمتیار از صحت کامل برخوردار و در افغانستان است. اونا از صحت بسیار عالی برخوردار هستند. دیگه الحمدلله که مجاهدین حزب اسلامی را مستقیما رهبری میکنن. در این قسمت به شما اطمینان میدیم و موجودیتشان به شما بهتر معلوم است که اونا از مدت‌های زیادی در داخل افغانستان هستند. در 15 سال گذشته حکمتیار از انظار مردم ناپدید بوده و محل بود و باشش نیز مشخص نبود. اکنون گفته می شود به افغانستان آمده و در ولایت شرقی کنر با یک فرمانده ارشد این حزب دیدار کرده است. یک هفته قبل با یکی از قماندانان مهم خودشان در یکی از قصبات ولسوالی های کنر ملاقات داشتند. دیگه مطمئن هستیم آمادگی هایی که گرفته شده به زودی در ولایات نزدیک به کابل ظاهر میشن. حالا اینجا برخی از باشنده های ولسوالی غوربند ولایت پروان با استقبال از آمدن آقای حکمتیار میگویند اگر حکومت اجازه دهد 4 ولسوالی غوربندها را خودشان تامین امنیت میکنند. اگر ما را چانس بدن به خاطر برگشتاندن امنیت در ساحه غوربند در مجموع 4 ولسوالیش، مجاهدین حزب اسلامی افغانستان آماده هستند که در 4 ولسوالی غوربند امنیت به طور عادی باز بگردانند. هم به جنگ های پیهم 13 قرار بدیم یا عادلانه نیست. چرا؟ اگر ما جنگ سالار یا امثال ازی یاد بکنیم در اینجا شامل این پروسه تقریبا چند تنظیم دیگه هم شده میتواند.